آقا سلام، عرضم خدمتتان. میگن یک رو نزول خوری گاوش داشت مرد. رفت نشست اون مسجد و گفت آی خدا، گاوم نمیره 3 روز روزه میگیرم. تو راه برگشت خانه بود، رفت تو کلک گفت ما از همین الان شروع کنم روزه گرفتن، خدا رو بذارم تو درواسی گاوم زود خوب بشه. آقا روز 4م شد گاوش مرد. دوباره برگشت تو مسجد و گفت آی خدا، دیگه مارمزون بی مارمزون، روزه بی روزه، نماز که اصلا حرفش نزن. اینی گفتم که بگم اصل روزه داری به مال مردم نخوردنه. اول و آخرش هم میشه 12 ماه سال، رمضان و شعبون هم نداره. اینجا که شاعر میگه مال مردم را اگر خوردی بخور کم لااقل، هر چرا دیدی نخور یک باره از دم لااقل. فکر چیزی نیستی، فکر مزاج خیش باش، مال ملت را نخور اینقدر در هم لااقل. باشه که دور هم رستگار بشیم، روزگارتان هم میزون. یا علی مدد.